یا حالتون چطوره؟ خوش اومدید به این ویدیو. فتمن هستم. امروز اومدیم با ویدیو جدید، اومدیم دوباره با گیم پلی خفن از بازی مای دریم ستاپ که از اسم بازی معلومه ستاپ رویاهای من، که میخوایم امروز با هم بریم ستاپ رویاهای منو بسازیم که در آینده دوست دارم درستش کنم و با هم دیگه ببینیم که چه شکلیه ستاپ مورد علاقه من، یعنی اونی که تو سرم رویاییشه دیگه. بریم ببینیم که چجوریه. بدون مطلبی بریم سراغش. اگه دوست دارین لایک و سابسکرایب یادتون نره. بوس بچه‌ها بریم سراغ گیم. ولی با آب ریختیم که بخوریم. تو هر ویدیو من دارم ویدیو آب میخورم. اوکی، اینو من قبلا ساخته بودم. از اینجا میایم تو روم. این اتاقاییه که من ساختم. یه دونه ساختم. یه دونه اتاق انتخاب میکنیم. ما میتونیم اتاق بزرگ کنیم، میتونیم کوچولو داشته باشیم، همین سایز دیفالتی که خودش داره. ولی احتمالاً بخوام بزرگ کنم و یه تغییرات ریزی بهش بدم، یا میتونم همین کوچیک اون چیزی که تو سرم بسازم، مثلا همین کوچیک بسازم که یه چیز نرمال خوب و قشنگی بشه. خب تصویر من گذاشتم اینور که شما این قسمت رو ببینید. خب اینجا میذاریم روی این سبد خرید و تمام این چیزهایی که ما نیاز داریم باز میشه. اول از همه میریم سراغ ستاپ خودمون، ستاپ گیمینگ خودمون که بسازیمش. من میز ال خیلی دوست دارم، به خاطر همین اینجا یه دونه میز ال میذاریم که روش وسایلمون بذاریم. بعد من یه ویدیو دیگه از این ماجریم ستاپ دارم، اون ورژن قدیمیشه که یه سری چیزا رو نداره. این جدیدترین ورژن 2026 شه که جدیدترین چیزا داره، مثلا اینا رو میبینید زده نیو، اینا همه جدیده، اینا جدیده که توی اون مود نیست. پس من بدید نمره 20. خب بیایم ستاپمون رو کامل اوکی کنیم. میایم تو بخش مانیتور. من مانیتور زیاد دوست دارم. خب یه دونه این مانیتورهای اولد بهش میگن، یه دونه مانیتور اولد اینجا میذاریم و دو تا هم مانیتور لندسکیپ میگم به این حال، نمیدونم، اینوری میذاریم اینجا. البته وایسا، نه دیگه واین هست دیگه، خوبه. این قسمت مانیتور ما. میریم سراغ کیس های این بازی خیلی خوشگله. من مثلا این ناکون چوبیه، چقدر خوشگله. این یکم چوب داره توش، ولی من اینو دوست دارم. این خیلی کیس خوشگلیه. به این حال میذاریم اینجا و روشنش میکنیم و این شکلی که داریم برای شما ویدیو میگیریم اینم اینجا معلومه خیلی خوشگل میشه. اوکی، دیگه چه چیزایی میذاریم اینجا برای آبجکت کوچولو موچولو مثبت کلا. اول از همه ما یه دونه مثبت جونده میذاریم اینجا. بذار کیبورداش هم بچه‌ها خیلی قشنگه. تو آپدیت جدیدش نگاه کن چه کیبورد زیبا و ملوسیه. این کیبورد هم میذاریم، روشنش کنیم، آر جی بی ای زیباش به نمایان بذاره خودش. یه دونه استیم دک، اگه شما نکنن دک استیم دک میذاریم اینجا. این استیم دک هم فکر کنم روشن میشه، نه نمیشه. من خیلی دوست دارم استریم کنم یه روز برای استریم دک بود، ببخشید استیم دک چی بود. خیلی دوست دارم یه روز استریم کنم و 100% یه روز ما توی همین چنل یا حالا جای دیگه لایو میشیم. اینا اینجا بهتون قول دادم. یه دونه موس آر جی بی هم میذاریم، برعکس گذاشتیم موسو یا درست بود فرق نداره، میذاریم اینجا. بذاریم ما مانیتورها هم روشن کنیم. به 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 به، اینم از مانیتور. خب دیگه اینجا چی نیاز داریم؟ یه این نورای مانیتور اگه اینجا بتونه سوارشه که میشه. این نورا هم خیلی دوست دارم، یه دونه حتما میذاریم اینجا. دیگه وبکم، بله وبکم هم نیاز داریم که وبکم رو میذاریم و این نه رو مانیتور بیدم ها. وبکم میذاریم اینجا. این وبکمش هم نور داره که اینجا هم براتون ویدیو رکورد میکنم و این قسمت اینجوری برای شما نمایان داده میشه، مثل همین الان که اینجا نمایان داده میشه. خب تقریبا اینجا کامله. حالا خرت و پرتم که میذاریم توش. بریم سراغ بقیه چیزا تا اینجا رو ما دوباره برگردیم سرش. خب اینجا بندم یه قفسه بذاریم که تو دکورمون هم معلومه قشنگ میشه. این چه کوچولوه ناناز. مثلا یه همچین شلفکی میگیری چی میگم، فکر کنم اوه این خوشگله است، فکر کنم چیز باحال و نانازی است. مثلا یه همچین چیزی بذاریم اینجا. این شلفاش خدایی چقدر خوشگل شده، ولی کلا آپدیت خوبیه، خیلی آپدیتش خوب بود. این شلفه رو من حال کردم به این صورت میذاریم اینجا و رنگش هم میکنیم مشکی. مشکی خوبه یا توسی یا مشکی میذاریم. این میزم بکنیم مشکی. این قرمز دورش خیلی خزه، اینم بکن مشکی. همه چی مشکی.
اوکی، میرم حالا تو شما پر میکنیم. این چیه؟ مبل. آره، بالشت و مالشت و اینا مبل بذارم به نظرتون یا تخت بذارم یا اصلا مبل و تخت نذارم؟ بذار اول ما در رو بذاریم. از اینجا میتونیم در بذاریم، یه در بذاریم ببینیم کجا اصلا در ماه. میتونیم درمون رو بذاریم اینجا. آره اینجا جای خوبیه برای در. اینجا درمون رو میذاریم. در بدخواهتون رو بذارید درتونه. ببینیم که چه چیزایی میتونیم بذاریم روش. این مثلا اینجا بیاد خوبه، اینجا هم بیاد خوبه. بذار اینو میذاریم رو کیس. میاد بذاریمش رو کیس. رو کیس معلومه دیگه تو ویدیومون هم نگاه کنید این شکلی هم روشن میشه. بسی بسیار زیبا. اینجا یه دونه کندل میذاریم. من چه خارجی و چوفی شدم، شمو میگم کندل. او مای گاش. اینجا جا میشه یه دونه بذاریم این بالاش. بله اینم جا میشه. خوشگل شد. گیم زون. بعد دیگه توش نور، من میدونید دیگه خیلی دوست دارم، بخاطر همین توش نور بارون میکنیم. بده بره. اینا جا شد. این اگه اینجا جا شه عالی میشه حاجی. اینجا جا شد خوبه. اینم نور سبز خوشگل روشنش میکنیم. دیگه یه لوستر هم باید بذاریم دیگه. این لوستر چوبیه مثلا باش چطوری؟ نه بزرگ دوست دارم. این شیکه. این شیکه بزرگتر از اونم هست. اینم از چراغ دیگه. یعنی اینجا نانولیف میخوام بذارم. نانولیف آماده داره اینهاش دیگه. خودمونم میتونیم حالا بذاریم. ولی میخوام نانولیف آماده بذارم. توشم حالا این نانولیف های دیگه میذاریم. نانولیف خیلی خوشگله حاجی. خودم خیلی دوست دارم. پول ندارم. 20 میلیونه. گرونتره فکر کنم حاجی، نمیدونم. خب اینم میذاریم اینجا و بعد مثلا توشو میتونیم با یکم این نانولیف ها پر کنیم که یه دونه من میخوام بذارم رندوم اینجا. یه دونه میتونیم بذاریم بازم رندوم اینجا، ولی یه دونه هم میذارم همین این بالاش که با هم دیگه ست شه. رنگشم رنگ مورد علاقه من میدونیم که آبیه. یه همچین آبیه ناناسی میذاریم روش. این آبیشو یکم اینایش میگیری مثلا یکم کم رنگتر یا پر رنگتر. کم رنگتر میکنیم این دوتا رو. اشکدید چه زیبا شد. اوکی خب رینگ لایت هم تو این بخشه یا با بریم بخش تجهیزات؟ نه تو این بخشه. اوکی یه دونه هم رینگ لایت. بالاخره ما کانسنتریتوریم دیگه. کانسنتریتور باید رینگ لایت داشته باشه، با اینکه خودم الان ندارم. ولی خب و سایزش هم دراز میکنیم. یا حسین چه خبره؟ چه خبره؟ دراز میکنیم که اینجا نور به ما بتابد. میذاریم اینجا قشنگتر میشه. خب از این یه نور دیگه هم داره. بذاریم بریم تو اون نوره. اون فکر کنم توی بخش تجهیزات باشه اگه اشتباه نکنم. اون نوره رو اگه بتونیم بذاریم خیلی قشنگتر میشه. یه دونه کرنل لایت به قول خارجی‌ها میذاریم اینجا. این هم خیلی من دوست دارم. اینم گرونست. اینو میذاریم رنگ صورتی. نظرتونه؟ بنفش صورتی. حالت گیمینگ طوری داره. اینجا میخوام تلویزیون بذارم. تلویزیون خیلی قشنگ میشه، ولی تلویزیون هم آورده، یعنی دیگه لازم نیست شما مانیتور بذاری. ما تو ویدیو قبلی یادتون باشه مانیتور گذاشتیم، همون مانیتور رو فقط گندش کردیم که شد تلویزیون. ولی تلویزیون هم آورده خدابازی. تلویزیونش کجاست عزیزم؟ آها اینجاست. تلویزیون دیواری من دوست دارم. جوندم باشه. آهان مرسی. این تلویزیون. اینم روشن میکنیم. رفتیم اینجا. اب نداره یه عکس میداریم روش. عکس خودمونو زارد گنده میده. اوه خوشگل شده. عکس خودمونم گنده میذاریم اینجا. یه میز تلویزیون اینا که میره تو دیوارم براش میخوام. میگیری چی میگم؟ خودش هم آورده. ما قبلا شلف میذاشتیم. نگاه کن چقدر این گیم خفن کرده خودشو. اینم مشکی میکنیم دیگه. همه چی مشکی، اینم مشکی باشه دیگه. حالا بریم دکور روی میزمونم بچینیم. باز نور. و این واقعا نور همیشه جوابه. یه دونه عینای دیریم میذاریم اینجا. دیریم لایت به قول خارجی‌ها. و نورش هم میخوام یه زرد گرم آفتابی مهتابی خوشگل باشه. زیباست. فرح بخش است. میتونیم دوباره نور بذاریم ولی به نظرم زیاد میشه. شمع هستم حالا یه شمعی هم میذاریم.
اینجا PS5 و اینا هم میذارم براش. اوکی تقریبا تمام شده. این اتاق رویاهای کوچولو منه. بزرگ بخوام درست کنم که برو بالا دیگه میگیری. خب این هم یه دونه میذاریم اینجا ولی روشنش نمی کنیم، نورش زیاد میشه. فعلا همین بریم توی اینجا که PS5 هم بذاریم. PS5 خیلی مهم است. PS5 مهم است و یه دونه PS5 هم میذاریم زارت اینجا. بذار جایش همو با PS5 عوض کنم. بیا اینجا اینم دستشه، اینم دسته. بازیاش هم میذاریم اینجا. قشنگ شد، خیلی زیباست. و دیگه چی میتونیم بذاریم؟ فعلا همینجا خوبه. بریم اینجا هم گلوگیا خیلی دوست دارم. لاتیه لاتی. خب یه دونه این گلم میذاریم اینجا همینجوری رندم. این گل اگه این بالا جاشه گل آویزونی، من عاشق گل آویزونم چون خودم هم آویزونم. شوخی گربم. خب دیگه چی میتونیم بذاریم از این گلای زیبا؟ علی بیزون این گلا داره رو دیوارش دقیقاً. یا میخوام به جای این نمونه گل بذارم. این گل هم خیلی قشنگ، نگاه کنید. حیف که براش جا نداریم، نمیشه شاید تلویزیونمونو میگیره. اینجا گل بزن. نه وایسا بریم تو گیتار. اوه میکروفون ازش یادم میره. بیادن از این میکروفون ها ما اینجا قرار میدیم. و هدفون داره بچه ها. هدفون جدید آورده این بازی. هدفون جدید آورده که این شکلی هم روشن میشه. خب دیگه چی میتونیم بذاریم؟ یه دونه باند بذارم اینجوری بزنیم بهتره کنیم. یه دونه ساوند کارد هم اینجا میذاریم. یه اسپیکر ناناس هم میذاریم روی این ساوند کارده. و اگه این زیر باند جاشه که عالی میشه. باند کوچولو اونجا جاشه واقعا من میپسندم. اوه بذار به جای این گله باند میذاریم. اینا گله زیاد تأثیری نداشت. باند میذاریم اینجا، زیبا شد. و این گیتار هم من دیدم که این گیتار هم میذاریم اینجا. چقدر گیتار زیبایی است. یه گیتار الکتریک هم میذاریم این ور دقیقاً. و بریم توی این قفسه رو پر کنیم. اصلا حواسم به قفسه نبود. خب یه گل کوچک به من بده. آها اینا گله یا حسین کوچک بود. یه گل کوچک بده من بذارم اینجا. خوشگل و ناناسیشه. بچه فانگو پاپو برده. بیاد بهتون نشون بدم. فقط یادم رفته کجا بود. فانگو پاپ کجا؟ او این چیه؟ اینا همه جدیده. پله آوردی؟ باریکلا. بچه این ترموبودا هست. اینا ترموبود بود؟ نمیدونم. اینجا فانگو پاپاشه. نگاه کن. فانگو پاپ با جعبه بی جعبه آورده. خیلی زیبا. این فانگو پاپ بازشه که ما هم باز میذاریم هم با جعبه میذاریم. من واقعا فانگو پاپو بسیار زیاد هستم. اینم یه رونس نیمیسه. او این ساعته رو یادم رفت بذارم. کجا بذارم؟ خیلی خوشگله این ساعته. ببینید پشمتون میریزه. جا نداریم. خیلی خوشگل بود. کجا میتونم اینو بذارم؟ این بالا میتونم بذارم ولی اونو چیکار کنیم؟ نگاه کنیم بچه چقدر خوشگله. روشن برعکس گذاشتم. ببخشید. یا نگاه کنیم چقدر خوشگله. ولی نمیذاریمش. یه جا نداریم. رسم داد که رفیقم رو موسی جوریه. دیگه چی میذاریم؟ ماشین 100% میذاریم. با جا نداریم. آقا اذیت نکن دیگه. چقدر تنگ میسازید. این خوشبو کننده ها بذاریم. چون خیلی آدمه خوشبو هستیم. بچه اینو ببینید. خیلی چیز لاتینی. اگه جاشه اینجا میذارمش. آره جا میشه. نگاه کنید. یوپ چقدر خوشگل و گرم و نرم و ملوسه. دیگه تقریبا همین. رنگ دیوارم میتونیم عوض کنیم به مشکی. به مشکی تغییرش بدیم. نظرتونه؟ قشنگه. این یه دیواری که معلومه تو ویدیو رو مشکی میکنیم. قشنگ شد. من از این اتاق واقعا راضیم. اینجا میتونیم شب و روزش کنیم. خیلی آپدیتش خدایی خوب شده. ولی همون شب میذاریم چون گیمینگ رومه. و دیگه چیزی نمونده. ویوشر و اینا رو بلش. بچه ها میرید گاراژ رو کنید ماشین میگرید وسط گاراژ. در این حد خیلی خوشگل شده این بازی. حتما اینو
دانلود کنید اگه میخواید. بزنید مای دریم ستاپ 2026. بزنید مای دریم ستاپ 2026 اینو میاره. نگاه کنید از این دیوار پوشا آورده. اصلا چی کار داره میکنه این بازی؟ خیلی بازی خفنی شده. من خودم واقعا در چیزم چی میگن، در خلوت خود اینو بازی میکنم. خب اینم از این ویدیو، از این اتاق. امیدوارم که باشید اومده باشه. این یه اتاق کوچیک رویای من بود. من اتاقم خیلی تلویزیون دوست دارم. ان شاءالله که یه روز بهترینش رو همه با هم میسازیم. شما هر اتاقی دوست دارید، هر چیزی که دوست دارید و ان شاءالله بهش برسین. تمام مردم کشورم. اینم سلامتون بخونم گلوم کف کرد. سلام حسین دشنر و زنی عزیزو گاییدم. قربونتون بشم عشق منی. تا ویدیو دیگه یا علی اتاقم همینجوری در حال چرخش شد میبینید. اگه دوست داشتین لایک و سابسکرایب یادتون نره. عکس منو ببین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو دیگه یا علی.